دختر پنهانی گوگوش و محمد رضا شاه. شادی پهلوی، دختری که با ادعای اینکه فرزند گوگوش و محمد رضا پهلوی یک جنجال برپا کرده. او برای اثبات حرفهای خودش درخواست آزمایش DNA کرده. اگر به چهره اون با دقت بیشتری نگاه کنید، شباهت زیادی با نوه گوگوش مایا داره. شباهت صدایی شادی با گوگوش هم این ادعا رو ممکنه ثابت کنه. شادی میگه به دستور فرح پهلوی صورتش مورد عملهای زیادی قرار گرفته تا شناسایی نشه و به دستور فرح از ایران خارج شده. شادی برای اثبات ادعای خودش میگه هنگام خروجش از ایران گوگوش آهنگ وقتی داری میخندی رو که با کلمه شادی شروع شده برای اون خونده. شادی جان منی وقتی داری میخندی. به نظر شما این اتفاق میتونه واقعیت داشته باشه؟ برای دیدن ویدیوی کامل به کانال مرموز سر بزنید.